و او چوکرگای تو خود سگ از امو هستی باز من تک تک کده کل حسابی میکنم. من چی میگم مانیا جان من تک کدام تک مشکل هر از یک ندارم. تک تک. میگم مثلا گپ مرا گوش کن من کدام مشکل ندارم من کدام گپ نزدم کدام سو خفا از ما دیدی خدا نخواست تو یا فامیل من کدام گپ باز زده باش مرچی میگه بگو. خب بگو ما بگو نجات اینی کار کردی بگو ما از خفه شدم از فامیل می از خودم بگو اگر که من کردم بخی دمری ما تو فرد آنیا جان من قدر احترام به تو قائل هستم به خدا قسم است دم فامیلم تو توهین کو دیگه کس توهین کنم ما غرض دارم اما تو توهین کنی من چیز نمیگم برای فامیل احترام که به تو دارم به فامیلت دارم آنیا جان به خدا قسم است به خاطر که من ترا دوست دارم یک طرفدار دست من کدام مشکلی که تو دشمنی چیزی ندارم من کدام گپم نزنم من کدام گپ طرفدارم گفته بودم برم تاشو کتش دیگه تاشو. چونه جان خواستم که اگر هم کلام شم گفتی تو قوردن درخواست دادم من گفتم آنیا جان یک ساعت شتر کنم برو کنال دمی گپت کدام گپ زده بودم دمی لایف خود جمع نتانی ما چیز نمیگم برو باز گپ میزنیم داگ از دام میدان همون ساعت همون مسئلات من چی میگم دانیا جان خب ما کدام گپی هست حالا لایف هستی فایده نداره ما تو خود ایلا کنیم در لایف باز ویدیوهای ما صبح برای کل مردم ببینه باز داگ از دام میدان ما شما همون ساعت همون مسئلات گپ میزنیم آنیا جان بگو کدام گپی هست بگو نقطه برس دیگه که من چی گفتم